خب پیرمردی هستم. با آموزش فصل 13 کتاب علوم فایل شماره 2 رو پر میکنیم، با هم گوش میکنیم. در صفحه 134 پاراگراف آخر صفحه واسه شما نوشته جانورانی با بدن سوراخ‌دار. خب به عکس سمت راستش دقت کنید. این یک اسفنج رو واسه شما داره نشون میده. اسفنج یک جانوری با این شکلی هست که شما در سمت راست این مطلب میتونید ببینید. برای پاراگراف یه سوال بنویسید. ویژگی های اسفنج ها را بنویسید. بریم برای جواب، چون چند تا ویژگی میخوایم بگیم شماره میزنیم که فراموش نکنیم. یه شکل دو نوعی اسفنج را نشان میده. جوابمون از اینجا شروع میشه. 1. این جانوران دریازی در جای خود ثابتن. 2 تا ویژگیش اینجا گفت. این اولا در دریا زندگی میکنن، زیستگاهشون دریاست، دریازی هستن. 2. در جای خودشون ثابتن، برخلاف جانوران که شما تصورتون این هست که باید متحرک باشن، از جایی به جای دیگه برن. اینها متحرک نیستن، سر جای خودشون ثابتن. 2. در پیکر اسفنج سوراخ‌های کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد می‌شود. توی دیواره بدن اسفنج یه سری سوراخ‌های ریزی هست که آب وارد بدن اسفنج میشه. از اون سوراخ آب وارد شده از سوراخ بزرگ بالای اسفنج خارج میشود. باز به شکل نگاه کنید، بالا ببینید سوراخ بزرگه، بالای این استوانه بازه، یه سوراخ بزرگه. آبی که از سوراخ‌های دیواره بدن اسفنج وارد شد از اون سوراخ بالایی خارج میشه. یعنی آب دائما در داخل بدن این اسفنج در حرکت هست. 3. در دیواره بدن آنها یاخته‌های رشته‌داری وجود دارد که حرکت آنها سبب حرکت آب در بدن اسفنج می شود. خب یک سری سلول‌های طویلی اونجا وجود داره که به صورت رشته در اومدن، بهشون میگیم یاخته‌های رشته‌دار. اینها دائما در حال حرکت هستن، زنش هستن، تپش دارن، هی حرکت میکنن. این حرکت این رشته ها که کم هم نیستند آب رو در داخل بدن اسفنج به حرکت در میاره و از پایین به سمت بالا که میره از سوراخ بالایی خارج بشه آب رو به حرکت در میاره. 4. کار دیگر این یاخته ها گرفتن ذره های غذایی از آب و گوارش آنهاست. همه یاخته ها از این مواد گوارش یافته استفاده میکنن. ببینید اینجا میشه داخل این سوال یه سوال دیگه هم در آورد. ممکنه یه موقع بیان سوال کوچیک کنن، معمولا سوالای علوم اینطوری هستند، بیان بگن دو کار یاخته های رشته دار رو در داخل بدن اسفنج شما بنویسید. که این آخری که گفتم، یکی حرکت آب در داخل بدن اسفنج و کار دومش گرفتن ذره های غذا از آب و گوارش اونها. حتی گوارش خیلی ابتدایی هستن اینها. کار رشته های یاخته های رشته دار هستن. جریان آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد نیز کمک میکنن. خب اکسیژن باید بگیره. این جریان آبی که در داخل بدن اسفنج همین رشته ها به وجود میارن، آب سالم رو، آب تمیز رو، آب اکسیژن دار رو داخل بدن این به حرکت در میاره و اسفنج اکسیژن این رو میگیره. خب وقتی گوارش صورت میگیره ماده زاید تولید میشه. این ماده زاید رو نیز همین حرکت این رشته ها هست که از بدن اسفنج دور میکنن و اون رو از بدن به سمت بیرون میفرستن. به همین دلیل اسفنج هیچ دستگاهی در بدن خود نداره. یادتون باشه اسفنج ها مثل بدن ما نیستن، پیشرفته نیستن. هیچ دستگاهی در بدن خودشون مثل دستگاه گوارش، مثل دستگاه مثلا تبادل مواد، مثل دستگاه های دیگر ندارن. اینا خیلی سادن. اگر یه موقع بگن ساده ترین جانور روی کره زمین چی، همین اسفنج ها هستن. بی مهره ها از مهره داران ساده ترن. دیدیم
توی بیمورا هم اولین موجودی که نام بردیم اسفنج. اسفنج ها ساختمان بدنی بسیار ساده ای در بین جانوران دارن. خب تا اینجا جواب سوالمون بود. این تیکرم علامت به اسفنج ها محل زیست انواعی از جلبک ها و جانداران کوچک دریایی هستند. از آنها مواد دارویی نیز استخراج می شود. خب اینجا یه سوال واسه این پاراگراف بنویسید. اهمیت اسفنج ها را نام ببرید. بنویسید. اهمیت اسفنج ها رو بنویسید. این 2 تا اهمیت برای اسفنج ها گفت. یکی این که محل زیست جلبک ها هستند و دومیش استفاده از اسفنج ها برای تولید داروها. میگه آیا میدانید استحکام دیواره بدن اسفنج به علت وجود قطعات سوزن مانندی از جنس آهک، سیلیس یا پروتئین هست؟ خب بریم سراغ یک بیمهره دیگه. بریم سراغ کیسه تنان، جانورانی با بدن کیسه مانند. ببین اینجا شما مثالاش رو حتما یاد بگیرید. من یادمه که گاهی اوقات سوال میدم به صورت جای خالی یا تست، مثلا نام چند تا جانور رو میدن، میگن اینها جزو کدوم گروه هستن، کیسه تن هستن، نمیدونم چی هستن. یا ممکنه سوال اینطوری باشه کدام یک از موجودات زیر مثلا جزو کیسه تنان هستن، کرم خاکی جزو کدام گروه از موجودات زنده طبقه بندی میشه. اینجور سوال ها هم داریم، سوال های 2500 علوم بیشتر سوالاش اینطوری هست. شاید شقایق و عروس دریایی رو دیده باشه، همینجا یاد بگیر. عروس دریایی و شقایق دریایی جزو کیسه تنان هستن. علامت بزن بقیه رو. بدن آنها شبیه کیسه است. اگه یه موقع گفتن چرا اینا رو به نام کیسه تن نامگذاری کردیم، چون بدنشون شبیه کیسه هست، به اینها میگیم کیسه تن. بدن آنها شبیه کیسه است. دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است. شما یک کیسه رو در نظر بگیرید، میخواید مثلا توی این آرد بریزید، از کجا میریزید؟ از بالای کیسه، از دهانه کیسه. همون آرد میخواید خارج کنی، از کجا خارج میکنی؟ از دهانه کیسه. کیسه تنان هم همینطوری هست. دهانه کیسه محل ورود و هم محل خروج مواد است که بازوهایی به آن متصل است. یک سری رشته اطراف این دهانه کیسه وجود داره که اسم اینها رو ما بازو میذاریم. خب بعضی از اینها مثل شقایق دریایی جابجا نمی‌شن. شقایق دریایی این اسفنج سر جای خودش ثابته و بعضی مثل عروس دریایی شناورن. خب میتونید اینجا بنویسید که ویژگی کیسه تنان، چند ویژگی همشه که نگفته، مال اسفنجا رو کاملتر گفته بود، چند ویژگی کیسه تنان را بنویسید. و این انتهای پاراگراف میتونه یه سوال دیگه هم ازش در بیاد. ممکنه بگی خود کیسه تنان رو هم به یه گروه کوچیک‌تر تقسیم بندی کنید. میگیم آنهایی که در جای خود ثابتن، آنهایی که شناورن. اگه بگیم مثال بذارید، اونهایی که ثابتن جابجا نمیشوند، شقایق دریایی، آنها که جابجا میشوند مثل عروس دریایی. بریم با هم صفحه بعد. اینجا هم چند تا سوال داره. اینجا رو حتما علامت بزن. بزرگترین گروه این جانوران یعنی کیسه تنان مرجان هایی هستن که اسکلت آهکی دارن. یه سوال واسش بنویس یادمون بمونه. بزرگترین گروه کیسه تنان را نام ببرید. مرجان ها. بنویسید مرجان ها. یادتونم باشه مرجان ها اسکلت آهکی دارن. خب سوال بعد رو بنویسید. آبسنگ و جزایر مرجانی، آبسنگ و جزایر مرجانی چگونه به وجود می آیند؟ بریم سراغ جواب. از اینجا علامت بزن. از تجمع اسکلت آنها، اشکال مختلف مرجانی، در نهایت آبسنگ و جزایر مرجانی تشکیل می شود. وقتی می میرن کف دریا می ریزن، هی این اسکلت ها روی هم انباشته میشه. آبسنگ یا جزایر مرجانی رو به وجود میارن. آبسنگ ها هی روی هم انباشته میشن و جزایر مرجانی رو به وجود میارن. خب اینجا رو ادامه رو علامت میزنیم. سوال میگه جزایر خارگ و کیش نمونه ای از جزایر مرجانی هستند.
اگر بگه از جزایر مرجانی مثال بزنید، خاک و کیش تو کشور خودمون هر دوتا جزیره مرجانی هستن. قسمت بعد رو جدا علامت بزنیم. وجود مرجان‌ها در سواحل دریاها ضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جانوران دریایی. پس یک، اهمیتش زیستگاه بعضی از جانوران دریایی. یعنی دو، به عنوان موج شکن طبیعی عمل می‌کنند و انرژی امواج را می‌گیرند و مانع فرسایش بیشتر سواحل می‌شوند. این قسمت آخری رو که علامت زدیم سوال براش بنویسید. اهمیت وجود مرجان‌ها، اهمیت وجود مرجان‌ها را بنویسید.